توی این آموزش بهتون میخوایم روش اتصال به اینترنت آزاد توسط یک ابزار خیلی خاص و خمر رو بهتون آموزش بدیم که بتونید به رایگان و بدون نیاز به هیچ سروری به اینترنت آزاد با سرعت بسیار بالا دسترسی داشته باشید. پس با ادامه آموزش همراه ما باشید. سلام و درود عرض میکنم خدمت تمامی دوستان که کانال سایبر فارسی رو دنبال میکنن. توی این آموزش دوستان ما میخوایم بهتون به اصطلاح آموزش اتصال به اینترنت آزاد با یک روش کاملا رایگان و با سرعت بهتون یاد بدیم. البته اینو بگم الان که دارم این ویدیو رو من ضبط میکنم روز چهارشنبه 27 میه و خوشبختانه یعنی روز قربانه. دیشب اینترنت ها تا حدودی وصل شد، یعنی اینترنت آزاد رسما وصل شد. خیلی از این بابت خوشحال شدیم، خیلی تبریک میگم بهتون. ولی خب دیگه همونطوری که میدونید بالاخره اینجا ایرانه و بازم از سایت هایی که از قبل فیلتر بودن واسه ما باید با فیلتر شکن بالا بیان. درست الان دسترسی راحت تری به فیلتر شکن و اینا داریم، ولی خب این روش که الان بهتون دارم یاد میدم یک VPN پرسرعتیه، مخصوصا الان که اینترنت حالا استیبل تر شده به خوبی کار میکنه، میتونید با سرعت بسیار بالا ازش استفاده کنید. دو اینکه یک زمانی اگه اینترنت ها ملی شد این روش بازم کار میکنه، چون من این روش رو در اوج ناپایداری اینترنت و در اوج اینترنت ملی استفاده میکردم و کامل اوکی بود. پس حتما یاد بگیرید چون در آینده به دردتون میخوره دیگه. حالا خدایی نکرده اینترنت ها به اصطلاح ملی شد دوباره بتونید از این روش ها استفاده بکنید و برای الان هم میتونید با سرعت بالا باش وصل بشید و به عنوان VPN ازش استفاده بکنید. دوستان من فایلایی که برای این به اصطلاح آموزش نیازه رو توی کانال تلگرام که تازه راه اندازی کردیم براتون قرار میدم، میتونید از اونجا برید بردارید. حالا اون فایل سختی نیست، یه فایل SNI که با روش SNI وصل میشیم، ولی یک ورژنی از SNI که زیاد باب نیست، یعنی SNI چند تا ورژن داره، نمیدونم اسمش رو شنیدید یا نه، ولی اونایی که طبعا با اینترنت آزاد سر و کار داشتن دنبال اینن که اینترنتشون رو وصل کنن یه بار اسم SNI به گوششون خورده و یاد یک نسخه ازش رو استفاده کردم. ولی این SNI که من دارم برای یک گروه خاصیه و حالا مثل اون SNI قبلی ابزار معروفی نیست، ولی خیلی بهتر از اون وصل میشه. خب دوستان برای این آموزش ما به 2 تا فایل نیاز داریم. به منظور میشه گفت به اصطلاح یه فایل SNI اسپوفینگ که فایل اصلی ما هستش و یک لیست کانفیگ که کانفیگ هایی که تنظیم شدن که با SNI کار کنن. یعنی این کانفیگ ها رو شما به تنهایی بخوای رانش کنی کار نمیکنه، بهتون پینگ نمیده. حتما باید با این روش برید زیرا که بهتون پینگ بده. به 3 تا ابزار البته نیاز داریم، یه SNI، یک کانفیگ ویتوره و یک نرم افزار خوب، یا یه دونه خود نرم افزار ویتوره که من هم خود نرم افزار ویتوره هم فایل SNI و هم این فایل کانفیگ ها رو در اختیار شما کاملا قرار میدم توی کانال تلگرام که میتونید برید بردارید و ازشون استفاده کنید. روش کار به چه شکلیه دوستان؟ ببینید شما اول کار میاد این SNI خودتون رو اکسترکت میکنید، حتما باید اکسترکت بشه. خب اینطوری باز میکنید و یه دونه ابزار ویتوره هم اینجا باز میکنید. من میزنم ویتوره هم بالا بیاد. ویتوره هم الان فکر کنم همتون دارید دیگه. خب این الان ویتوره ما بازه، داره باز میشه، یعنی ویتوره ما الان باز شد. نکته مهم که هست وقتی ویتوره رو باز کردین روی گزینه کلیر هنوز فعال نیست، حتما خیلی مهمه اینا میاد شما ران از ادمنستریتور میزنید. حتما باید ران از ادمنستریتور بکنید، چون ببینید اگه من اومد خالی باز کنم خطا میده، یعنی اصلا کار نمیکنه، بدون خطا میده. این خیلی مهمه، پس روش کلیک کنید ران از ادمنستریتور رو میزنید. اینجا یه همچین گزینه‌ای اومد، مورینفو رو بزنید، ران انوی رو بزنید، یس رو میزنیم و SNI ما اینجا بالا میاد. یه گزینه الو میاره، الو حتما بزنید، بهش سرتیفیکیت بدید. توی این صفحه میمونه تا زمانی که شما به اون ویتوره وصل نشدی اینجا لاگ نمیندازه. خب من الان توی این ویتوره اومدم این فایل رو اد کردم، یعنی این کانفیگا رو اد کردم. اینجا یه دونه کنترل A میزنید که همشون انتخاب بشن، بعد یه دونه کنترل R. خب بعد کنترل A رو زدید، کنترل R زدید، این میاد پینگ میگیره، همش رو تست میکنه ببینم کدومشون پینگ داره. مثلا اینجا
خب از این فایل‌های من مثل اینکه اینا پینگ ندادن هیچ کدوم، چون یه مدت زیادیه دارم ازشون استفاده میکنم، ولی باز تست میکنم، چون بعضی وقتا پینگ نمیدن ولی کار میکنن. حالا ما تستش میکنیم دیگه. خب دوستان، من اون یکی ویتورای ما بالا آوردم. من 2 تا ویتورای رو سیستم دارم. اون یکی که الان من براتون باز کرده بودم به اصطلاح این کانفیگر رو نداشت. من الان اینجا اومدم کنترل ای زدم. دوستان ببینید اینا در هر لحظه دقیقاً 3 تاشون پینگ میده. خب بعد این کانفیگر به مرور باید عوض بشن، یعنی کانفیگر باید عوض بشن که این روش کار بکنه. خب حالا من این کانفیگری که دارم فعلا کار میکنه و چون اینترنت ها هم حالا میزان تحریمش پایین اومده، میزان گتیش کم شده، احتمالاً دیگه این کانفیگر هم زداشو مسدود نمیکنن. حالا اینجا ما میایم به پایین ترین پینگ که بهمون داده وصل میشیم. مثلا اینجا پینگ 214 داده، روش یه بار اینتر میزنیم. از این طرف هم این فایل اسنایمون حتما باید باز باشه و الان میریم سرعتش رو اینجا تست کنیم. رو یوتیوب کلیک میکنیم، روی یکی از ویدیوها کلیک میکنیم، سرعتش رو تست کنیم. 8 مارس 1968 و اینجا پایگاه نیرو دریایی آمریکا در هاوایی. تو اتاق کنترل این پایگاه توی رادار یک اتفاق عجیبی میفته. شوروی همونطور که میبینید من تا جلو هم میزنم. اینجور اتفاقات CIA میاد جلو. همونطور که دید یوتیوب ها هم داره روان باز میکنه این بدون هیچ گونه مشکلی و کامل کار رو اندازه، سرعتش هم قابل قبوله. ولی میگم واسه گیم مناسب نیست دوستان. این VPN واسه گیم پینگ مناسبی نمیده تا جایی که من تست کردم، چون الان نتا وصل شده دیگه. برای گیم کلا بهتر از سرویس‌های DNS و ابزارهای مخصوص گیم استفاده بکنید، ولی برای وبگردی و اینستا و یوتیوب و اینا خیلی خوبه. ولی میگم تا زمانی که کانفیگاش کار کنن. حالا من این کانفیگا هم از کار بیفتن یه لیست کانفیگ جدید واسهتون اد میکنم که حالا طبق اون روش ازش استفاده کنید. شما خودتون هم میتونید کانفیگ بزنید استفاده کنید، یعنی کار میکنه، هیچ مشکلی نداره. یعنی ترکیب کانفیگ و اسنای اسپوفر این که به این روش کار میده و یکی از روشایی که من باش وصل بودم در شرایط اوج قطعی اینترنت. فقط یک بدی که داره، کانفیگا ممکنه از کار بیفتن. کانفیگم از کار بیفته به اصطلاح دیگه طبعا سرعت نتتون هم پایین میاد. امیدوارم که دوستان از این به اصطلاح آموزش لذت برده باشید. من سعی میکنم توی این کانال همیشه چند زنبه رو آموزش بدم بهتون. همونطور که میبینید ما اینجا ابزارهای هک رو بهتون آموزش میدیم، یعنی آموزش تست نفوذ، آموزش هک اخلاقی، چطوری داری هک شدن سیستممون رو بگیریم، چطوری امنیت سیستم سیستم عامل خودمون رو بالا ببریم و کلا مسائل هک و امنیت رو بیشتر بهش میپردازیم. و مسئله فریدام یا همون بحث اینترنت آزاد که ما هر هفته طی ویدیوهامون یه سری فیلتر شکن‌ها و VPN هایی که رایگان هم هست، ما اینجا VPN پولی به شما نه معرفی میکنیم نه میفروشیم، نه اونایی که میفروشن رو بهتون معرفی میکنیم. صرفا فقط روش‌های اتصال به اینترنت آزاد به صورت رایگان رو براتون آموزش میدیم. و دوست دارم دوستان خودتون بهم بگید چه ویدیوهایی بیشتر بذارم، مثلا بیشتر ویدیوهای در زمینه هک و امنیت بذارم یا در زمینه اینترنت آزاد بذارم. اینا رو تو کامنت ها بهم بگید، حتما براتون آموزش میذارم. بازم راجع به این آموزش اگه سوالی داشتید، موردی داشتید، توی کامنت ها بهم بگید، حتما پاسخگوی سوالات شما هستم. تا آموزش بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.